همه کسایی که به کما رفتن و دوباره برگشتن، بعد از اینکه به هوش اومدن، یه چیز مشترک دیدن. یه پل معلق. پلی بلند و معلق تو دل تاریکی شب. اون طرف پل یه نور سفیدی شروع به درخشیدن می‌کرده. نوری که فقط با نگاه کردن بهش همه دردها و ترس‌ها از بین می‌رفته و در مقابلش آرامشی رو حس کردن که هیچ وقت تو عمرشون تجربه نکرده بودن. خیلی‌ها پاهاشون رو گذاشتن روی پل و اولین قدمشون رو برداشتن و به سمت نور می‌رفتن و هرچی نزدیکتر می‌رفتن به اون آرامشه نزدیک و نزدیکتر می‌شدن. ولی با یه صدا متوقف شدن که برگرد، هنوز وقتت نرسیده، هنوز کار نیمه تموم توی دنیا داری. و با یک شوک وحشتناک برگشتن تو بدنی که سرد شده بود. هزاران نفر تو کشورهای مختلف اون پل و اون صدا که بهشون گفت برگرد رو تجربه کردن. حالا تو بگو، آیا همه اینا یه توهمه یا واقعیت؟